چند روز قبل در مرز تاجیکستان و قرقیزستان زدوخورد مسلحانه دایر گردید. در این جنگ اهالی آسایشته نیز ضرر جدی دید، زیرا جانب قرقیز به اهالی آسایشته نیز از تیارهای بسرنشین استفاده کرده حمله نمود. اهالی آسایشته نیز ضرر دیدند. دایر به این مسئله دین مبین اسلام چی میگوید؟ افسوس آن کاری که شده گذشت رو و اهالی آسایشته تیر گشاده شد. عسکرهای آنها به مسجدی که خانه خدا است گلوله پرتافتند و آنجا را خراب کردند. این بدترین کار بود. چنانه که میگن که حق همسایه با حق خدا برابر است، لیکن ما میبینیم که امروز از طرف این همسایه کشوری ما بسیار عملهای انجام دادند که این با یگان قانون راست نمی آید. البته در این هجوم ها و در این بی‌سر و سامانی ها باعث تأسف است که چندین شهروندان ما، چندین سربازان ما به شهادت رسیدند. من از این فرصت استفاده نموده با عائله هر یک نفری که در این جنگ بی‌سر و سامان، در این خیانتی که از طرف همسایه کشور رخ داد، اظهار تسلیت، همدردی بیان میکنم. الله بزرگ برای همه خاندان این شهدا خداوند صبر جمیل عطا فرموده باشد. متاسفانه علی همان نفرهای ناآگاه و خدا بیخبر و ناجوانمرد همین عمل نامطلوب را عملی کردند. دیگر تعلیمات دین مبین اسلام بینید مسلمانی نه اینکه فقط در صوم و صلات است، بلکه مسلمانی از دست و زبان انسان دیگرها در امان بودن است. و یک کس نسبت همدیگر بغض، عداوت، کینه و حسد و بدبینی نداشتند، به همدیگر یک مهر و محبت و صمیمیت داشتند. اسلام دوستی و رفاقت و سرجمعی را تعلیم می‌دهد، دعوت می‌نماید انسانیت را. و خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم همسایه هایشان کافر بود، موافق شرع شریف آنها حکم کفر داشتند، لیکن بر ضد بدی ایشان باز با آنها معامله نیک می‌کردند. و روزهای گذشته همسایه های ما و شما مملکت قرقیزستان چگونه که اخلاق های بد بالای مردم تاجیک نشان دادند. کشتارهایی که مردم تاجیک را آنها کردند از زنان عبارت بودند، از کودکان عبارت بودند، از انسانهایی که حتی در نماز جنازه ایستاده بودند و در مسجد عبادت میکردند آنها را قتل کردند، آنها را به قتل رسانیدند. البته که نزد خداوند مهربان آنها جواب میگویند. پیغمبر پرسیدند که مسلمان کیست؟ حضرت پیغمبر گفتند که مسلمان نفری هست که از دست او، از زبان او هیچ نفری آزاری نیابد. البته مردم تاجیک مردم فرهنگ پرور است، مردمی بسیار هم با تقوا هست، خدا ترس است، مردمی صاحب تمدن است. ما البته مردم تاجیک همیشه در یگان دور و زمان در مسیر تاریخ به هیچ کس هجوم نکردیم، خانه هیچ کس را ندر آمدیم، به هیچ مال و جان نفر دیگری تجاوز نکردیم. چنانکه که فردوسی بزرگوار هم 1000 سال پیش گفته بودند که میازار موری که دانکش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. حدیثی کوتاه هست از زبان رسول خدا صلی الله علیه و سلم که رسول خدا فرمودند لا ضرر ولا ضرار، نه ضرر به کسی رسان و نه ضرر ببین. و مملکت قرقیزستان باشند چندین سال است که به جمهوری تاجیکستان ضرر رسانده ایستادند، حتی اینکه قاطع الطریق هستند که راه را بسته آنها میخواهند که مردم جمهوری تاجیکستان راهشان دیگر کنند. 3-4 عائله که در همسرحدی ما زندگی میکنند. خداوند توفیقشان بدهد، انصافشان دهد که ایمانشان مکمل باشد، از نو کلمه عرضه کنند با این عملهای بدشان
و خداوند مهربان همیشه مملکت ما را نگهبان باشد. این عملی بدترین در همسایه داری است. هر کس خصوصا خادمان دین این کاری بدترین را محکوم کردن و محکوم میکنند. خداوند مهربان هیچگاه این مملکت تاجیکستان را خوار و ذلیل نمیگرداند اگر ما و شما متحد باشیم، همدستگی را از دست ندهیم. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. البته ما از طرف خادمان دین این عملی که رخ داد ما محکوم میکنیم. ما هیچ وقت این چیز را قبول نمی کنیم و از پروردگار بزرگ تمنا داریم که الله بزرگ کشور ما و مردم ما را خدا در فضای امن و امانی و تینجی نگه دارد و این جنگ ها همش برطرف شود و دیگر خانه یگان نفری جنگ و این روزها را نبیند. تأکید ба ёдовар аст ки зимини ҳамлаи таҷовузкоронаи низомиёни қирғизистон ки санаи 16 сентябр дар масҷиди ҷамоати овшихалаши ноҳияи бобоҷон ғафуров ба амал омад, 12 нафар сокини осоиштаи Индиёр зимни ибодат кушта шуданд. дар ҷанги байни Тоҷикистон ва Қирғизистон ки дар марзи Исфара, Хисти Варз ва Овшихалаша ба амал омад, сокинони осоишта низ зарар диданду ҷон бохтанд. ҳоло вазъ дар марз ором ва созишномаи оташбас риоя шуда истодааст ки аз ҷониби намояндагони ду кишвар шоми 19 сентябр баста шуда буд. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Наимҷон Айбов барои барномаи иттилоъоти Хабар.